ولاگ لذت برده باشید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم یه ولاگ رانندگی داشته باشیم در شهر زیبای نوشهر. امروز یک شنبه 28 تیر ماه سال 1405 و ساعت حدود 12 ظهر. امروز تصمیم گرفتیم رانندگی در شهر زیبای نوشهر داشته باشیم و با هم به گشت و گذار در خیابونای اون بپردازیم. این ولاگ از ورودی نوشهر از سمت نور شروع و در نهایت به سمت چالوس ختم میشه. نکته‌ای که باید بگیم که نوشهر به علت توریستی بودن تقریبا اکثر ایام سال ترافیک و شلوغی داره که نیاز به رانندگی با حوصله و دقت زیاده. راستی نکته جالب دیگه اینه که هنگام رانندگی متوجه میشی شهر نوشهر رو رد کردی و وارد شهر چالوس شدی. راستی به زودی هم ولاگ رانندگی در شهر چالوس رو برای شما عزیزان قرار میده. اگر به گردش در شمال ایران، رانندگی در شهرهای اون و دیدن جاهای دیدنش علاقه دارید، حتما ما رو سابسکرایب کنیم. لایک، کامنت و حمایت هم فراموش نشه. راستی بگم که این رانندگی اولین تجربه من در شهر نوشهر بود. به خاطر اینکه خودم خیابون‌ها و میدان‌ها رو نمیشناختم نتونستم براتون توضیح بدم. امیدوارم که از این رانندگی و این گردش هم لذت ببرید. جای همه عزیزانی که دور از وطن هم هستن خالی باشه.
ولاگ برای رانندگی باشه. این ورودی شهر نوشهره که جایی که ما رانندگی رو شروع کردیم. این هم جایزه به بچهای گل نوشهر. واقعا داشتم خودم اولین بار میبینم خیلی اینقدر به جاده هست که همه عزیزان خالی. امیدوارم که از ولاگ لذت برده باشید. کامنت و لایک حمایت فراموش نشه.